الف، تشابه. تشابه همه اجزای کلام را در بر میگیرد. از حرف آغاز می شود تا برسد به صوت و لفظ و معنی و عبارت. تشابه حرفی و صوتی و لفظی وضعش روشن است. تشابه معنوی از طریق ملازمت یا مناسبت نموده می گردد به نحو تام یا تقریبی. و این همه عناصر، اشیا و مفاهیمی که به نوعی با هم ربط پیدا می کنند را شامل می شود. چونان خورشید که روز را به یاد می آورد و گرگ که بیابان را و سنبل که زلف را و جام که جم را. تمام اسباب تشبیه چون مجاز و کنایه و استعاره و تصویر آفرینی و نیز ایهام، مراعات و نظیر، تناسب، اشتقاق، توزیع، رد العجز علی الصدر، تکرار، جناس معنوی و خلاصه هر تعبیه‌ای که مفهومی را با مفهومی پیوند دهد در این دایره وارد می گردد. حتی تشابه‌های نوشتنی را نیز نباید از نظر دور داشت، زیرا در شعر حافظ در میان همه ارکان حسی رابطه‌ای برقرار است. حروفی که چشم می‌بیند یا در ذهن متجسم می‌شوند می‌توانند با جوانب دیگر خود صوت و معنی ربط بیابند، بدین معنی که شکل حرف به مجموعیت تشابه یا تغایر تأثیر کند. بنابراین حروف نه تنها از لحاظ صوتی بلکه از لحاظ تحریری نیز نقشی می‌یابند. فی‌المثل حروف حلقوی داریم: جیم، چه، ه، خ یا حروف کمرنگ از خانواده ب، پ، ت، س یا از خانواده دال، زال، ر، ز و غیره. ممکن است تأثیر تداعی شکل حرف اندک باشد، ولی در حکم هیچ نیست. گذشتگان نیز از توجه به این نکته غافل نبودند که از انواع جناس‌ها یکی را هم جناس خطی ذکر کردند. جناس خطی آن است که دو کلمه در حروف متفق و در نقطه مختلف باشند، مانند آستان و آشیان. چونان این بیت از مولوی: ببستی چشم یعنی وقت خواب است، نه خواب است این حریفان را جواب است. بنا به شواهدی که از دیوان در دست است، حافظ جزئی ترین مظهر زیبایی و حظی از جمله بوی و رنگ و شکل و خط را از نظر دور نمی داشته. همین گونه است رابطه میان لفظ و معنی در کلمه. گذشته از نام‌آواها چون خروش و آه که در آنها معنی از طریق صوت خلق گردیده، برخی کلمات دیگر نیز بیان که نام‌آوا باشند بر حسب هیئت خود خصلت معنوی خیش را تا اندازه‌ای بروز می‌دهند. به هر حال لااقل در مواردی اجزاء حروف و کوتاهی و بلندی کلمه یا نرمی و درشتی آن در القاء معنی مؤثر می شود. توجه کنیم به این بیت: ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد، چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد. 4 نام گل داریم: ارغوان، سمن، نرگس، شقایق. از همه پرطنین تر کلمه شقایق است که جدت و حدت و صولت بهاری را از صوت خود می تراود. سمن و نرگس در ترکیب خیش لطافت را به ذهن القا می کنند و ارغوان لطف همراه با متانت را. کلمه عقیق با برخورد دو قاف شفافیت و سرخی خیش را به جلوه می آورد، ولو بر حسب اتفاق هم که باشد. بعضی کلمات نوازش در تلفظ خود دارند، بعضی بانگ، بعضی تغنی، بعضی نهیب و بعضی لوندی. گذشته از این، هر کلمه با همان طنین صوتی و معنی که دارد در موضع اجتماعی و تاریخی خود قرار می گیرد.
و بدین گونه یک فوج تداعی معانی به همراه آن است. وقتی گفته می شود دقیق، لفظ از معنی جدا نیست و آمیزش این دو سنگ سرخ نرم رخشانی را متجسم می کند، ولی به اینجا تمام شدنی نیست. بهای آن، تاریخچه آن، سرزمین آن، کاربردهای آن و مشابههای آن، خلاصه کل خاطراتی که راجع به آن است در یاد می‌گذرد، از جمله آن که مثلا به صورت تسبیح بر دست حنابسته خشنی دیده شده باشد یا به صورت طوقی بر گردن دلارامی. تضاد. گرچه وسعت دامنه تضاد به قدر تشابه نیست، از اهمیتی به همان میزان برخوردار است، زیرا به همان اندازه قدرت تداعی در خود دارد. بر همان روال تشابه، تضاد نخست در حرف و صوت و حرکت دیده می شود، چون دو حرف نرم و درشت یا تیز و بم در کنار هم. نیز در حرکات کوتاه و بلند و باز و بسته و اینکه حرف افقی باشد مانند ای یا عمودی باشد مانند آ. فراز و فرود صوت آنگاه میرسد به کلمه از لحاظ معنوی که مثلا شب روز را به یاد بیاورد و کوتاهی بلندی را و عقل عشق را و ناز نیاز را. حافظ تضاد را در عبارت یا مفهوم نیز به کار میبرد و آن موردی است که امری خلاف خاصیت خود را از خود بروز دهد یا از امری خلاف اثر معهودش انتظار رود. خود او آن را در جایی خلاف آمد و عادت خوانده است، چون در این بیت: این سخن با که توان گفت که آن سنگین دل کشت ما را و دم عیسی مریم با اوست. تشابه و تضاد هر دو نسبی هستند و درجات متعدد دارند. خود تضاد گاهی با وابستگی همراه است، مانند شمع و پروانه، عاشق و معشوق، یا مبین تکامل است، مانند خواب و بیداری، هجر و وصل. گاهی دو امر متغایر در موردی متشابه نیز می شوند، چونان در این بیت: کار بوسه چو آب خوردن شور چون خوری بیش تشنه تر گردی. تنوع حالت بینابین میان تشابه و تضاد است. دو یا چند چیز بیان که تشابه یا تباین داشته باشند ممکن است متفاوت باشند. اصل تنوع در حافظ مقام بلندی دارد، زیرا خوب واقف است که یک نواختی موجب ملال است. این اصل باید از اندازه شناسی کمک بگیرد. تنوع نیز از حروف شروع می شود تا برسد به حرکات و اصوات و آنگاه کلمه و مفهوم و مضمون. هر امر و هنری ولو بسیار مطلوب وقتی از مرز اعتدال تجاوز کند به جای خوشایند بودن نامطبوع می شود. از جهتی هنر همان تعادل و موزونیت همان توازن است. پس تنوع برای پرهیز از رکود یک نواختی است که در پرتو آن ذهن پویشی تازه به خود میگیرد، بر وسعت جولانش میافزاید و در نتیجه نیروی بیشتری در خود میزایاند. گذشته از حروف و اصوات، حافظ در بدنه غزل نیز اصل تنوع را به کار می‌بندد.
بدین گونه است که می‌بینیم که یک غزل می‌تواند مفاهیم متعددی را در بر گیرد. البته پیش از او سنایی و عطار و مولوی و سعدی از این روش بیگانه نبودند، ولی حافظ چنان کیفیتی به آن میبخشد که میشود گفت که در این زمینه مکتبی منحصر به خود ایجاد کرده. تنوع مضمون در غزل حافظ موضوع بحث‌های کم و بیش سترونی قرار گرفته و حتی کار را به جستجوی توالی منطقی تری در ابیات کشانده است و حالان که این از جانب شاعر یک شیوه کار بوده است، نه غفلت در ترتیب مطالب منطقی. حافظ یک فکر مجموع دارد. بر درخت اندیشه او همه شاخه‌ها از یک ریشه آب می‌خورند. این درخت خلقت است. حافظ خلقت را می‌سراید. بنابراین قدیم و جدید و تاریخ و افسانه و اکنون و گذشته و ناسوت و لاهوت و حیوان و جماد و آتش پرست و یکتاپرست همگی به نحو یکسان و هر یک در جای خود در کارگاه ذهن او جواز ورود می‌یابند. یعنی در واقع کل کائنات تا بدان حد که در تخیل و تصور بشری بگنجد. چندگانگی که ما در مضامین یک غزل میبینیم از لحاظ منطق کوچه و بازار سیمای چندگانه دارند. در منطق عارفانه موضوع به نحو دیگری روی می نماید. به این حساب برخلاف تغایرهای ظاهری نوعی ربط نهانی در میان مضمونها وجود دارد، زیرا همه چیز باید برگردد به انسان که مرکز خلقت است و در مرحله نهایی به خود حافظ، از آنجا که هر کسی جهان را از دریچه چشم خود می بیند. نکته قابل ذکر آن است که در میان غزل‌های دوران جوانی و پیری از لحاظ پختگی بیان و انسجام فکر تفاوت چندانی دیده نمی شود. چون این می نماید که در همان حوالی 30 سالگی طبع حافظ به بلوغ رسیده، راه خود را یافته و سبک خود را انتخاب کرده است. حتی ارکان اصلی جهان بینی او در همین حدود سن خوش بسته بودند. غزل‌های دوران پیری همان تراوت و طنازی را دارند که غزل‌های جوانی و غزل‌های جوانی همان وقار و حشمت دوران پیری را دارند. از سوی دیگر نباید چنین وانمود کرد که همه غزل‌ها و ابیات یک دست هستند غزل‌ها و ابیات سوستر که نماینده شیب و فراز طبعند و در هر شاهکاری گریز ناپذیر است. هیچ کتابی در دنیا نوشته نشده است که سراپا نخبه مطلق باشد، ولی اگر چند کتاب باشند که سست‌های آنها نسبت به بلندهایشان بسیار اندک باشد، یکی دیوان خواجه است. صنایع شعری. گفتیم که ترکیب بندی شعر حافظ بر 3 اصل مبتنی است: تشابه، تضاد و تنوع. اینک میپردازیم به توضیح کوتاهی درباره صنایع شعری که کم و بیش در این 3 خانواده میگنجند و خواجه شیراز به آنها عنایت داشته است. این را هم بگویم که وی از انواع صنایع فقط اندکی را برمیگزیند که تعدادش از 20 در نمیگذرد و از این 20 هم بر بیش از 6-7 مداومت نمی‌ورزد و حالان که انواع صنایع بدیعی را در کتاب‌های متأخر تا 200 برشمردند. ابدع البدایع. واقعیت آن است که گذشته از چند تا بقیه جنبه تفننی داشته و هیچ کمکی به شاعر بزرگی نکردند.
جان بخشیدن به بیجان. نخستین اصلی که حافظ بر آن تکیه دارد شخصیت بخشیدن به بیروح است. اشاره داشتیم که جهان بینی شاعران عرفانی و از جمله حافظ کل کائناتی است، بدین معنی که همه اجزای عالم به هم مربوط می شوند و صفات انسانی به خود می گیرند. مولوی استاد بزرگ این اندیشه است و ما در مبحث مربوط به جهان بینی حافظ قدری به این موضوع خواهیم پرداخت. شخصیت بخشیدن به بیروح یا غیر ذی شعور موجب می گردد که جماد و گیاه و حیوان با زندگی انسان درآمیزند، یک شبکه وسیع از شعور کائناتی در عالم هستی گسترده شود و عالم کون عبارت گردد از یک کل هماهنگ. این روش هم در ادب جهان و هم در ادب ایران از قدیم ترین زمان معمول بوده است که آن را پرسونیفیکیشن می‌خوانند. بدین گونه است که بنفشه حسد میبرد و نسیم عشق میورزد و زهره چنگ مینوازد و بیباری سرو از آزادگی او حکایت میکند. روش شخصیت بخشیدن موجب گردیده که همه غیر انسان ها مورد تشبیه و تمثیل قرار گیرند و بعضی از چیزهایی را که انسان ها نمیخواستند در میان خود بگویند از زبان آنها و به حساب آنها بر زبان آورند. در واقع آنها مرجع انعکاس انفعال های بشری میگردند. این اصل دامنه تخیل آدمی را بسیار وسیع کرده است. نظیر صفاتی است که یونانیان باستان برای باشندگان اولیمپ قائل بودند. ایزدان خیالی یونان با انسان هیچ فرقی نداشتند جز آن که بالانشین بودند. شخصیت بخشیدن به غیر انسان تا به حدی جلو رفته بود که پرستش جماد و گیاه و حیوان به عنوان نمادهای آسمانی جزو معتقدات بشر باستانی قرار گرفت. چه نشانه‌های بسیار که در این زمینه در تمدن‌های کهنسال می‌بینیم. این خاص دوره‌هایی بوده و هنوز هم بقایایی از آن بر جای است که بشر آمیختگی و اشتراک سرنوشتی میان خود و سایر اجزای عالم می‌دیده و برای آنها شعور نهانی قائل بوده. حتی آنها را قدری بیش از خود و عالم بالا و مرکز تصمیم کائناتی نزدیک می‌دیده که یک چنین مقام قدس و قربی برای آنها می‌شناخته.